مرگ‌های غیرمعمول پارت 5. یک استاد شیمی 48 ساله زمانی که داشت یک سری آزمایش‌های شیمیایی توی دانشگاهشون انجام میداد، در حالی که دستکش‌های محافظش رو پوشیده بود، چند قطره از یک ترکیب عالی جیوه روی دستکشاش میریزه. این ترکیب یکی از قوی‌ترین و سمی‌ترین ترکیب‌های شناخته شده هستش. به سرعت جذب دستکش پوست و بدنش میشه و باعث میشه 10 ماه بعد جون خودش رو از دست بده. 39 نفر از اعضای یک فرقه به اسم یوفو بعد از مصرف مخلوطی از ودکا و یک دارو که برای ترک مواد مخدر استفاده میشه توی کالیفرنیا با کیسه‌های پلاستیکی خودشون رو خفه کردن. اونا باور داشتن که با انجام این کار به یک فضاپیما منتقل میشن که بعدش اون میره پشت دروازه بهشت پیاده‌شون میکنه. در نهایت اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما به چنلم سر بزنید که احتمالاً از داستان‌های دیگه هم خوشتون بیاد.